وقتان خوش عزیزیت همیوارم بمزرت و خوش زنیانی بین و برنامه اکتر لسر ناوروک یا درون مایه محتوای كتاب حق الحقائق تأليف حاج نعمة الله جيهون آبادي مكريها مخزنتنا لأول شي من سيرك خالق مهم برنامه يكون كيمن وباس كمان إدامة ديمن لأي برنامه من سفككم والكان بشكم بتواني هر جوری که دفعه ورنگش که خدمتان ارز کردم حق الحقایق یا شاهنامه حقیقت شرح منظومه بزرگان الحق و فارسیه تألیف یا نویسریا حاج نعمت الله جیهون آبادیه که سال 1337 هجری قمری تمامی کردن لواقع هر سال که سال مریه حدود که در 206 سال دیگه ور بعد حاشیه نویسی کریا چطوری گوپی هین شکاریه کریا سن لسر و شغالێک لەسەر بڕێک شێرەکانی بڕێک نەزراتی لەلایەن کوڕەکەی حاج نوورەلی ئەلاهی و لەلایەن کوڕە حاج نێمەت و کە ئێمە ناچینە سەرێ چونکە وەخت بێتن وە کەسێک بتوان توانن ئەو کار بکەن ئەوجێ گوتیمیان انتشارات جێهونە بعد ناو کتاوەکە حق الحقایق شاهنامه حقیقت تألیف حاج نعمت الله جیهون آبادیە که ژیان لە 1250 تا 1298 هجری شمسی هین کرده ژیاوە و هەرەوەی گەشتان کردم 1373 کێتە 1298 یا کوچیە ئەوە کێتە هەتاوی یا شەمسی من لێویشتر ناچمە سەر ئەو بەشێت تەنیا معرفی نەکەبی و ئیمە لە ئێرە چەند خاڵێک دەستنیشان کەمە خدمەتەن کە خاڵێک مهم واسڵە بەرنامەی یەکەم کە چیمنە سەرێ کە ئەو هین کرد واسڕە ئی شخصە خۆی یەکێ ڕەسان لەو بەرنامەیەکە وە تۆر کامل کەسێکی مسلمانە تەمام شەریعەت و واسڵە ئەحادیث و نازانم چەویشم كلية خلاصة إسلام لكلية خويا قبول دلت لكلية لجزئيات نها لكلية ومعتقدك لأزل بيه وتأبديش منية ك أرجوك هين هاوردي من واسرة من مولي الفريق هاوردي كدف ودف شو تسري وتأكيد كتن كإسلام تنيا دينك كباطل ناوت ناسخ ميريتن وفلان فلان و چشتی که لیر پرسیار سرکی مجموعه پرسیار یا سرطای یا لدستوی که برنامه ویدیوی یکوما پرسی من ترک کردی من که ولی خب پرسیار اصلیه سی ای شخص مسلمان ایل معمولیت نیاشته ایره کن واسه معمولیتی که سیاسی نیاشته چکار دیدتن بایدن اسلام رب دیتا اینو ربط به تاریخ گوران و تایوت دوره سلطان ساک سده هفتم واشتم که یه مذهب لجه نو یه مذهب البته چند سنت که مثل نو مذهب یا سبان شاخرک بین اسوه جل دوره یه و لجه نو علی اللهی و نسیری و الحق و فرن اول اکتر حقیقت پرست و نظرم الحقيقة وحق پرست و فرن اول اکتر که فریچی لحل ایره خاطی لنو حق الحقائق آورده سوا خود حاج نعمت
ولا سلمي وبيشتر تاكيد كذباني كي طريقة امام زمان اروجيك برنامج الفيديوي كي قبلا داشتيني كي من السريك او لا بريل اللي او صفحة هاجنمة دانا نسم داسم سكان خوي وقال لي اختلافات اللورة اللي تكامل الزرقسة كي اللي تشست السرزات كي انا رسنتن جواز يلا که نور علی اللهی که این کتاب و چاپرسانیه اینه کرده اصلا پس و پیش و دستکاریه که کرده است و پیزیال کرده لی کم کرده است او هینه او یو اصالت خوی خارجی کرده است و سلیقه و سیاق خوی و خلفات اینه کرده است تنظیم و ترتیب دار بعد چی هنی کردی که آیم یا با آیم این چیز خالق در اینی که خلقنیت و دستم چپ دلای چپ و هوا درست کردن و یا شروع کت ذکر نو پیغمبر کان ل حل اول ولا وقول خویل آدم تا خاتم و چوت هنا أنا ذكر نو يعني و تا رسته کورا رسته دوره محمد که تتنا آخر زمانه و حکم محمد شوی و حکم خوا محمد بیا فرمان روا بعد محمد بیا فرمان روا و اینیش در زمان محمدیش که دور بیا دور واصله فرمان روای محمد ابن عبدالله واصله چکه جامعه مرتضی آشکار بود دیره که بود مرتضی منظورش علی ابن ابی طالب و یسه که لشونه که یعنی رسولان هین که تن وصف که تن نوالیان بیتو کی لشون کیا بیا وجه کی کرتیا نسل و نسل وشته بعد شده سر پادشاهر که پادشاهریش تمام مثلا پادشاهر جی سرنجی هاده ایده جی پرسیاری که فرفره کلتر هاده ایده ارا فقط پادشاهری که لشانامه کردی و شانامه فردوسی نویان هست و ارا ای تاریخی چه هر چند دستکاری بیا انفراف بیا کرده ولی ریابریاسن تاریخ گورانه او شانامه فردوسی من برنامه گستری دیرم که دو قسمت اولی لسر چونیتی خوکیان کائنات و دانایی که دور خرد مفهوم خرد رای به اعتقاد فردوسی او دو بشه و هنا تایوتا پیوندری وقت ای جهان بینی فی فلسفی گورانه و بشی که لئی فلسفه و دلنیایی و بشی الفریکی که بدنسم و تعریفی که نسو ناو پادشاه و اصرا شونکانی اول کریا اصلا و اصلا برای وستری هاتود چون یه را تحریف نویسیا ایشان نام یه الحقایقه او هنیلیچه او دفتری الواصله داستان و روایت و مطمئنا بخش فریق لاخلاقیات و لفلسفه و لچونیتی جیان و خاصخرا و روایت گذشته و پند و اندرزل لقالب او هنیله او داستان یله نصر و نصر خاطیسن و یسه که هینی که بستری که هند یا سپریا روبری که ایرانی رای درست کردن قالبی که ایرانی رای درست کردن نزل دانست و راب مبستی که ایرانیت و یسه که محمد چلی بیا پادشاه یا لروش حاکم که چلی حکم حق احکام حق فرمان روابی که دوره یهودیت و حتی مسیحیتش و حق فرمان روایی حق نام است و هر جوری که چیم نستری حتی سه خلیفه ابو بکر و عمر و عثمانیش شکتن قرطنتن و خود علیکت جنشین محمد و نو پادشاهی دیسپیتن که 4 سلسله پیش دادیان و هینکیانیان و ساسیانیان اشکانیان و ساسیانیان فقط هستاو که تو چوت ناوکانیان بعد
هینی کتن خوی یسلیره هاولیست که 1337 که ارسان کرد و یسی که لأول و هر اسلام بیت تا روش قیامتی که از دور اسلام امرال شوار این چی نصرت شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت که نور علی الهی ای واصلات بیروکه یا این نظریه باوکه تبدیلی که تا معرفت الروح او هینی که ادامه ده و 4 مرحله الظاهر و 3 مرحله درست لیادم بود که 7 مرحله که بش روح 3 مرحله تیکت تا 3 مرحله تکاملی تیکت لباطنه بعد یس آین اسلام آینی که حقیقه آینی که مثلا واقعیه و لازمه و طریقه كان پایدار ل جهان بعد يسنى بطلان دلنا ناسخ كل روتي بعد حقيقة مغز وصلادين او جود بايمك كمغز كدر باي مغز كي هستك حقيقة و او بروسيا او تشاس شريعة و نبوت كديس مثلا وصلات جامع شو حق مظهری که دستنا خواریا روش که لروجا آشکار بود و حدیث شوی نات و سینو خلقت است ناس و شب ناس و نناس که ناس خاصکان بی شب ناس پیروکان بی و نناسی عملی بی که دشمنیان بی و وصلات اینی که نو الیک بی که شیطان زده بی نسن و وری راس ناتی سر راس بعد مرتضی ذات خواستن که همیشه هست حالا سر تخت بقا که نامیراست بعد که یعنی دی چوت سر تر رسید یک سلطان ساعت که کیت مظهر حیدر یا مظهر علی و ذات حق علی حق لشون تريت لشون ذات حق لوجود تجلي ذات حق ولا او اعتبار الصاد برز وكرنسن واصلات كرنس خاو دامرزنر يا دامرزن دينك ونو الحق وبقي دوركان وجلو ولشون اويتا لا او پیوان واسراهینی کردنسن تعریف کردنس که کوچی وکردنسن به معنی وکردن بعد هشت مجموعه این که تنساو کردن که چوار و تودل چوتا سریان ناولیان بیتن هفتن و هفتوان و هفت سردار و چلتن این کردن هفت سردار و یه هفته بی که بونه 28 چلتنان نیه که لشون خود هینی کدیم مثلا هفت قوالتاست داره هفتن هفتوان هفت سردار و هفت قوالتاست که بیکنه 28 نفر که 28 نفره چرخه جهان حال دستن و تعبیر آجین احمد بعد تا این کدی من که هر خوی و انسانی که باطنی و کسی که لباطن و پیویشیتن که ایانه بیشی ای واصله حق الحقایق او شهودی سا که حالا معلوم نیه مثلا طبق نوشراول تصوفی یا یک صوفیگری و تایوت هین میراث صوفیه زرینکوب دکتر غلامحسین زرینکوب نویساسه به چوت سر فرقه فريق لمنطقة آسيا وتايوت لنوفق الشيعة ولهندوستان وفرقة الفريق جوتن أو تأكيد كرديسن که واصلا أو شهود حضورية كسي که واصلا أو تشتري که حس كتن که وقال حق بيسيجا أو تي أو هي له حالتي لك رسيت مرحلة ومرحلة لك رسيت هذيك خبر احساس که وجود لایان حق و تصدیق یا
حق لزوان او لدم او استفاده كتن كوجه انا الحق واصلا من خوام كواصلا ومرحله هاي كد او احساس قابل بيانيه دا شيء ناتي تبيان ولا خو يي ليره تيتن تقلب كي الواقع چون يي اره كان او واصلا لباتن حسي بسيسن وتيتي بده شهود عقلي ناو شهود واصلا حضوري ويا شهود عقلي نتيجه جيريه لكلتي واصلا پیزینیتی چخواندوتن تاریخی و اصلا فرهنگی پیزینیتی و اصلا خوی دیریتن تربیتی خانوادگی یعنی باعث بود که بتوانیتن نتیجه گیری لدانایی خوی لزانست خوی بکیتن و چطوری که برهم باریتن و یه خوی لأو معنی دکتر زرین کوبا یه لیره یه تقلبه چون دوره و صراحت هاوردی سوی و لشونیل کریچ هست که او حالت اللي واصله او سيج سلوكه لتي او سيج سلوكه وحالات درونيه قابل بيانيه ناتوان جد شيئا ويك همشه الرئيس ساز بجن واصله بيالي مسجد كان دباتن بعد ادامه به يا اخوي انه واصله تقلب اللي راسيا إذا هين بكيمن ويدو تائر هاتمن وليرة ادامه ويدو دو كمان دي ويدو يك تائر هاتمن البته یک با بیشی من که باش یک خالق و اصلا یا حق هین خلق کرد پی بنیامین که سی جار لواصل لبان او پرواز کرده خواه آزادی لدنیا و سی جار خواه یا حق یا واصلا و قول یک ناول جواجور رایده تکار دادور دادار یعنی چود و پیوشی هوشید من کیم او نازانی کیه تا بالپل اینی که واسه جرمی که جزای دیتن مجازاتی که بالپل رزنید و کفتن او آوکا و بعد از مدتی که دواره بخشید تا 30 مرحله کی بود و او نازانی که یه خالقه و مخلوقه مجبور کفه یا یک حق و صورت و شکل یا و شوی جوانی در تریتن و چود بوده رهنمای و پی فامیتن و بنیامین که لورا هین نویا ملکه هین و اصلا استرافیل یا کامن لوره که وقتی کفته و شومان حتما که درسته که بیشی من که لأوره چکتن هینه کتن و پی فهمید که او خالقه یه مخلوقه و باید تعظیم بکه باید گورهی و هین رسمیت بناسی و لرابطه بندگی خالقی واصله مخلوق خالقی حالی بود که ارتباط باید کن محفوظ بمینه تنیه بعد ایسا ادامه که دیمن که لیره لشون هین پیر بنیامین چکتن هین که باقی مردان واصله خلق کت سردن چه خلقان کتن خواه ای قسمت واصله ای ساقی نامویل مربوط و حالات درونی خواه توی بیشتن حاج نعمت که بیا ساقی و دربرم از کرم دربرم از کرم که چون بنده عاشق به آن داورم حالا ای برم درست آره لکرم خود با اصلا او حالت باطنی خود منظور واسه که زپیر مقان ازن رخصت بخوا پس آنگه سبو پر کن از می بگاه پس پیالا و اصلا تشبیه کتن که هینه بکن بینفی که بتوانیتن لنیر و فرطا بتوانیتن شارج بودن و اصلا بکن خوب بودن چپ کتن که اوی که و پیوشید باریت بیان با اصلا
مقنی ابا جملگی مطربان بیایید زین انجمن کزنان که هر یک به آواز با ساز راز بخوانیم اوصاف آن بینیاز. وصف مثلا خالق و بینیازه که بخوان و ساز بین و اصلا بزمی که باطنی حالا اقرار کرده سنده این مورده که این بزم و هین باطنی ساز رای تنویر رای بجنن و یعنی تو هر محال مرحله که چپ کتن که خلقت یا خلقت قصب کتن فقط پیر بنیامین و اصلا خلق بیست یه لیره چکتن لیره چوتا حالتی که ساز و اصلا خلق بیود آواز خلق بیود نظرم گشت او هوری و پری و نظرم چه اینگل حالا ناموجودات یا موجودات و اصلا روحیه چپ کتن خلق بیوتن که را حاج نعمت بخوانه و یکی تل او هینگل یسا برم برای مقنی برم گفت آن داستان در آن وقت آن پادشاه جهان همی کرده بود خلق جبرائیل بی بنیامین نواقع فراموش کردم که جبرائیل را که جبرائیل بود واحد از آن مراد تنیا مخلوق جبرائیل لو زمان پس گفت جبرائیل ای دادگر مرا آفریدی به تنها بشر که یسه که دیر وارد پروسه یه بوده که خالق خوی و اصلا لروی دانایی کارگنا که برخلاف اصلا ادیان هین ادیان و اصلا ابراهیمی که خالق خوی که داناستن آگاز خزانه خریچست ولی لیره هینی که و اصلا یه مقامی که اداری بروکراتیک را قائل بودن حاج نعمت که باید درخواست لیلی بکرید او جواب بیتن یه سلیره پیر بنیامین میشه من تنیا بشرم تنیا که او وصرا هینه کتن جواب استعدا یا داخوازی که یا نکل لاوکانه که بیتو و کاری کتن در این بحر بیپی در این جایگاه نایست آسایش است و آرامگاه که هیچ آسایش و آرامگاه نیم دریای بیپیه بعد لکوره باید کنی ستایش یا وصلا گورهی ذات وجه بارم او عبادت بکنم نه تسبیح ذکرت بپا آورم وصلا هر یک عبادت و هینت بکنم لکوره هیچ نیه دریای مثلا هین بکنم بعد به تنها چه سان من کنم زندگی چه سان هم کنم بر درت بندگی پس و تنیا زندگی رام ناکد و به تنیا بندگی چه رام ناکد تقریبا بعد مرا کی بود قدرت شکر تو زبانم فرو ماند از ذکر تو اصلا که ویشت من لحین ما قدرت شکرگزاری سپاسگزاری تو نیرم و زوانم نارستن ای شکرگزاریه بکم دا ای گوریه بعد خلاصه هینی که امید بعد از یک ای اصلا دست پیکش را خالق ویشتن ای هینا ای گوریه قصه که ویشت امیدم چنان است که ای کارساز مرا چند تن همدم و یار ساز که دعواکاریم امیدم واسه که ای کارساز منظور هر خالقه که چند همدم و یار رام بسازید یا بخلقنیدن که باشیم در بندگی هم قرین شوند محرم از سر آیین و دین که هم دین و آیین بنو چپکن و لبندگی و یک بندگی بکن بندگی و اصلا خالق کنون از کرم ای جان آفرین اجابت نما از این کمتنی که دعا کریم وجه باد استدای من جوابو و دعای اخی چون به پایان رسید به بیامد پیام از خدای مجید وقتی دعا که ایلال و آمانته و اصلا تمام بودن پیام اکتتن للایانه
خدای مجید و بفرمود که ای پیر روشن زمین توی محرم سر ذات کبیر. پس لیره محرم ذات که در شعر کلیکانی که هاورد نسوی که محرم ذات صحاق اینه کردن ناولی بردنسن و اصلا پیر بنیامین یه لیره گیه هینه کردن یه لیره شروعی کردن که محرم ذات کبیره. حالا این ذات کبیره یه چوتو سر دونادون که هر کبوت ذات و اصلا یک دانه کبیر لیره منظور یک دانه سن که چه بود یکی همیشه چه محرم سر نقش و اصلا پیغمبری دیده و یه که لیره سر او حکایت دام ارزنیتن حاج نعمت امینی و هم پیری بر ماستی پیر بر ماستی امینی و هم پیر بر ماستی برآورده شد آنچه درخواستی. هر ما هیچ وصلا بیا و بسیک نوی هیچ مراسمی نیه که دینیتن خالق لیره و پیر خوی ناولی بیتن یه رسمیتن یه معمولیت سیاسیه یه وصلا یک پارچگیه لطالب یه نظام باور دینی یا یک جانبینی فکری فلسفی که بتوانید دیگرکانی و دیگه بستر یک بگنوه نیریتن یه که هلی روانگای و اصلالی هستنگانه مذهبی انتولوژی رای بکیتن هیچ ودم یک کنیه یعنی که یک بیشته چون یعنی هدقل لکردیکانه چست تی مراسمی ای بنیامین و پیری حل وجنته نه یک حل اول خلقت و ای کار کرده. پس این کرد دعاکه جاگو نظر کرد در خان در و گوهر خو صدر لور یه عنصر ادبیات و اصلا جان ادبیات فیلسوف گوران لیره چه بیه گاراج دی و هینو نمن در خان در و گوهر این تعدادی که تنی چند خلقت نمودیز زر لزر چند نفر خلقت کرده که هینی چه و اصلا لجالیات کلیه که نسه نیرو بلور و اصلا ای ذره که نسه بلور که روح میری داشتون که هم ابراهیم بنسه کرد و هم را هفتن که صحاب لشکر خوی اینیان که مثلا زوبیان که ناپدیدیان که خیویان که و دواره لشکر خوی این خلقیان که ناسین را پیر بنیامین مشکل بود که علاجی که یه سکر رو گرستن در ویدیو که ویشتر بمزبار هفتی که هفت لقمه نان حاضر که هفت لقمه غذای هرچی حاضر کردن که هر کم یه لقمه بکن و وصلا ریمتن آشکار رو که کامن ساعت و چی و کین باقی هفت پورکه وصلا هفت پورکه شش دیره این بی و تقدیر حق شش نفر لبطن درکه چست کرد ایجاد کرد لکان سرواسا لکان قدرت و معجزه بوجود آمدن مرشد در ورق چو شد خلقت آن ششتن از امر حق. پس ششتن چه خلق کرد که البته یه دیوارش هم چه سری که یه نفس و اول چپ و اول هین و که ولی لیره یکین یا مرحله ششتن لخان در و گوهر لزر خلق کرد. یکی بود مرموز پوری صفات دیگر پنجتن بود مردان بذات. لیره تبعیزکه هین کتن تبعیزکه علیه واسوا بزر تبعیز لبین جنو پیو کالتن لیره چه کتن هوری مرموز منظور ایسا بمزباره که چپ کتن بوتا خاون صفات و پنج پیاکه چه بوتا خاون ذات لیره ذات لجن چه کتن هین کتن ور بسهرو دیدگاه واسرا اسلامیه ور ذات داری جن بسد و چه کت خاون صفت
بودی نام آن رمز رزوان و هور که بود خادم ذات هی قفور. پس لیره چه که ده خاون صفت و اصلا مقام خادمی را قائل بی لا او جمع یه هینی که معمولیت انسان تحریف که حالا چی این معمولیت دا صفی که این ناول لأو کردی لعلا وروی چون دستکاری کرونیا هرچی ولی خو برگ لئین ناول ورزیداو کان لمفهوم کان مثلا ای در یا یک پیر ای مفهوم لوره چه سکار متلیر حوله تحریف کردیسن و ایر ولاره بدیسن و یه خوی معمولیت ای شخصه که آشکار کردن. خب خداوند آن رمز گوهر به بار زخوی آفریدش همی مشکوار. خب الا یه چکه خو صفات و خادم سه و اصلا چافشین صفت و کیفیتی که رای دانستن لی هول هوش سکه و دو ذات نچوتن. یکی چه بود خواهون صفاتشن شغلی یا یک مقام خادمی ذات دیریتن و این ذات چه باصلا معمولا سو استفاده که لیه که رمزبار که دالک سلطان ساکی یا بقیه دالک یان حاولیانه یسه که و خادم حساوی که بیستن خدمت گزار چه شخصی که ذات حق دیریتن. بعد چه کردیسن که لیر خویه خود دیریتن یه اراده نیریتن خود دیریتن باصلا جن و روی اراده ناچ و روی واصلا او صفات بوده خوی که چپک و چنکت و واصلا میل نفسانی بیشتره. ورا کرد خادم به آن ذات هی مقدم شدی بر همه کل شی. حالا لیر خادم و خاطر خدمت و ذات هی ذات موجود ذاتی که همزمان و که زنیه کسی که ذات حق دیریتن چکتن و خاطر خدمتکه مقدم بود بر همه کل شی. حالا ای همه کل شی کوملگا یو چینی که نیریتن اصلا چوی که کائنات یا در نظم حالا هستی شناسی منظورش چست که مقدم بودن غیر کافی شیرکه مقدم کل شی نیه وقت خود خالق مقدمه یه خدمت کار خالقه چی بوده مقدم در نتیجه برای هینا که ولی خب کلیکان هست که رمزبار لواقع لشارزول انسانی که جی حرمت مردم شارکه گشت حرمت دیریتن و کسی که یکی فیلسوفل گوره او سردم است که وقت یریتن موسی و داو بنیامین چه که آیین قانونمندی یاری او سردم تدوین کن نویسن او دفتر آیین یاری. پس یه نواکان یعنی او پنجینه بعد میکائیل اسراف اسرائیل بعد پنجم یار ششم روچار یه مشکل و اصلا شش هفت نام رای دوانه خیلی رز و مانند بچین سری که حیبت و نازنم احمد و حکم یه بوتا چه بونو روچار بوتا بنیام و اصلا ابراهیم و یار بوتا باویار که یعنی لویانده دیگه و معلومیه که چوچن که ارائه بتوانستون چک بدن انحراف بیشتری درست بکیدن. در صورتی که لو دست نویسه هاوردی هستن که تقسیم کردیسه 4 دوره لدوره خلقت تا دوره محمد دوره محمد تا دوره سلطان دوران زندگی سلطان ساک یا پادشاهی سلطان ساک بعد دوره 4 کردیسه لجینشینی ابراهیم ناوید باویار نیه لو دست نویسه که او ویدیو الفارسیه و کردیه که خیرایی سری که کردیم
لورا اسمك لباویانی و در نتیجه رسلتن که نورعلی الهی دستکاری حساوی که کریست و اصلا و روزگار خوی سازگارتری وکرده ولی او دست نیسته چوار مرحله چوارم که اصلا تاریخ که چوار مرحله لجانشینی جلوس و قوله که خوی شاه ابراهیم و جانشینی و تخت جانشینی سلطان ساک تا او روز 1337 که او حساوی در نتیجه یه خلاف او دست نیسته بعد میکائیل لنفسی سألتان کنم که چی خلقان که لنفس در میکائیل در تریتن بعد لشون اسرافیل لدم و در تریتن بعد سمرد چست لقهر و لخشم و صلاحینی کتن هی ودود که لخشم لقذب و لخزو و کلیه که هینه کتن خلق کت و یا لیلی چه شرکت که این بود و یا کتی چه مالک الموت که ای امیر خزوه که بوده مصطفى و اصلا چوارم ناوکه چست لعل عقیق که نور لچو حق و درتتن ولا او چو که کسی تر و نو چلبی يقيق عقيق إلا هذا شو دارتين عقيق ليه شو يقيق لو شو كوا كي إدوانا شابونا إبراهيم وباويار يا هر أو الدناوي أولين كيارو روشيار بعد پنجم يقيق بي واتيمن كي شو تري ومعلومية كي شو راس وشافي ولا شو ترو نيسا يقيق بي شا آن یار زرین بام که بود بیچه نوی یار که بود یادگار و بودی هم اسماعیل بود اسماعیل بعد ایود بنام که لیره هین بود یار و یقیق و هین بود یه نو حالا هینه که دیسن دوش رسندان حسین و هستن بینا اسماعیل و ایوت بینا یقیق و عقیق بینا چا یار و روچار یه جاری چند جفت نو رئی دو نفر حسن و حسین هستن که ابراهیم بودن حسین یار بود حسین یادگار و حسن شاه ابراهیم لیره هر ما هیچ تعریفی نکری هستن را برام شاه برام که کلی شاه ابراهیمه بیست راسن عنوان شاگرد اسم هین هاوردیت و یکتاو کسی قاسم افضلی و خاطری لبان تخت زمرود و این زمرود چبود چو تخت زمرود درست کسن لموقع خلقت ای انسان لو جوال وقوف بیانا داله هو یا جوال حوار بود لحد پورا که ویشن لحوار بیسن لو شونه که ای تخت زمرودی لکوره بیسن لشونه که هاورده سو که لدل سنگ درات بیسن و اصلا ای که وقت که سی قاسم افضلی ای عنوان و خاطر اوستی که لبان تخت زمرود و دنیا حافظ او عنوان شاگرد بیسن که هیچ ربطی نیرون و هیچ و اصلا چوارچیوه نظام باوری که شا و خاطر همچین تشتیک نوت عنوان کسی بلکه شا لسلسله هنا السلسلة الواصلة الصوفية لشون أو يكبسنا مرحلة آخر مرحلة واصلة مرشدي عنوان شادرية الشاه نازن فلان كسو أدي شاو نازن كي شاو راسا عنوان شاد لنو ناوكان گنجيت بعد هر دیکن چند سالارن لحگشت ایامکان که این دو نفر بون سالار و ایسه مسیحین کن ایسه که
ناوت لیک جوابون و حسن و حسین ناوت و باویار و شابراهیم ناوت لیک جوابون و دیانه دوبران و هر کلی یک جان بکیت و واصلا لری دشتیسن لکوریکانی که فردئی جعلیات هاوردستان شدند خلق از هر دو عینان شاه که زانها فروزان شدی هور و ما حالا یعنی چند بینه ورو مانیج لهر دیگه چوشا هر ما خالقه هر ما او هنا ووهي والهنا قصكتا والجبرائيل واصلة يعني ليلة شكي هي مقام الشاه مقام عنواني كي ظاهري الرأي بردكار هم او شاه هم شاه ابراهيم خو ای لیدوانه چکن بونا هینی بونا مانگو خوريج زين دوم شد يقيق آفري که چشمه کوسر للي ووجود هاد و چو ششتن ایجاد بی بینه تابع پیر يعني پیر بیا سرپرشت او ششکت یا و اصلا جریان خلقت هفتن ز تعلیم جبرئیل پس ششتنان شدند آگه از حق به سر نهان اوه که حق خوی و شکل و اصلا او جوان دراودی کر جوان دراودی و بیا آموزگار یا و اصلا معلم پیر یه چاکه بیا معلم اوان که لسر حق درسن بیتو سر بیتو اصلا هدایت و هدى هر هفت بو سجده کفتن و چکرن گوری خوا وجه آوردن بندگی خویان و گوری خوا یا خالق و هزاران درود و هزاران سنه بعد این کردن اخی گشت زان 6 نفر پیشوا نمودن هر 6 بوی اقتدا که او این و پیشوا خوان حساب کردن کمر بستن چکن بندگی هر هفت پیر یه لیره هر هفت یعنی اینه پیر بدون اوی که هیچ مراسمی بدون هیچ هیچ پروسه دیری که عنوان پیر ران بردکن و چکردن بینه با این تصویویش یا یک همدویش یا عبادت کره ذات کبیر ذات یکدن بعد هین که من دائره امین بر ما سی تکور چی مثل دیریش با وشونه این که من نه ایسا تا ایره هاتیم خب دواره لیره چکر نسن که دوره این هم کردستن بنیامین یا جبرئیل خلق کرده اولا جبرئیل تنیایی گرده و من و تنیا نه بندگی ترام کرد و خواهی این کنیشته راز نیاز و نه و تنیاییش لی دنیا زندگی رام سخته که 6 نفر راهاولوی راهاو بندگی خلق کرد و ایسا چکن ایسا داوکاری دومین یسا که یانه چکن که حق یعنی نامیرا بکتن همیشه چپکن همیشه وگرد خویه واصلا یه هم دواره خوی چوتن که دعوا کتن که هین که ساقی لباتن و شارجی که بتوانی حکایت پیشینه با ما بگو پس اینه بکتن و حکایت دوشه تو بگویم حکایت دیرینه را ز شاه ز پیران پاکیزه را چو شد خلقت هفتنان زمان گذار بودند حامد حق به لیل و نهار چون که خارقان کرد هفتنان و بینه چه بینه عبادت کرد حق و شوروش خب زمان گذریا او 7 نفره چه خواسته که داشتن و لیار چه کردن عرض کردن که یا ذات رب که ای آفریننده روز و شو هر میدان ای دشبرکی و حجویات و نوین ترتیبی که منظم
هر محل حالت واصله خلق ارواح حالا هفتنان هر محل واصله لأي مرحله هر ما هینی که روحین استرافیلون از جبرئیل و آننا هر ما هینی که ملک یا فرشتن این موجودی که واصله جسمی نیم روحی و یه سکه چلی رقص لآفریننده روشو کد هر محل ابتدای خلقت جانه چکد لیره و عنوان آفریننده خالق شوروش لیلی ناو بید اگر وشد ایره کنی از من بجنفیتن ایمه چه من ایمه درمانده من و سر نهان و پیمان کشف که تا ببینیم ذاتت به روشن زمان که ذاتت و روشنی رامان قابل حس بودن و زمان بینیم چفه زمان واصله بعد به بطن دو رکن شوی آشکار فروزان شوی همچون شمنگار خود لنو بطن دوره چه آشکار بکا حالا زن ای تجویت بود یا واقع دی چرت و پرت و که ولی روی بردن یه عظمت فکری فلسفی بعد چکرد پس آن لشون یک داول لیک کردن و هینه کردن استدعا لیک کردن دلیل آلکیانو چکرد قول لیان تواس چکرد ایسر راستان جنفتن پس آنگاه خداوند با هفتن بفرمود ای اندلیبان من که من این تن بلبل یل من هین یل من نوعی که مخلوقات من ایسا راستان جنفتم شوام نیز من هم بدم سازتن ایسا چکم بوم یارتن بوم هاودمتن ایسا خلیک چپ کتن پادشاه وگر هفتن جور کت اگر میل دارید گلزار حق بچینید گلها ورق در ورق بباید کنید عهد با من کنون به قامت بپوشید چند جامودون دیر چکل آورد و جامودونیش و انحراف بد عهد و پیمان بیا بسی که گیره بسی که کوملایتی یا یک قرارداد اجتماعی سوشال کنترکت چکل آورد که عهدی که ازلی سل نو جعلیت کلیکیش هست بیا بس ازل لیلی نو بند که یه سلیره چکل میشه باید و من تعهد بین و قد ما عهد بوسیم که تا چپ بین دون و دون بچی دور و دور و دون و دون بعد حاضر بین که چپ بین زهر زمان بچشین جار زمانه جار واصله تجربیات انسانی بچشین و بگردین شون و شون و جی و جی بعضی وقت و گرد گیاغل بین یا یک گیا بین و بعضی موقع و گرد شاغل بین یا شا بین چبکن بباشید در دون گردش کنم همیشه لدونه دوران بین لروش ازل تا روش شما تا منظور قیامت تا آخر روشی که پایین تاریخ ادامه داشتو بپوشید جامعه به تن یک نفر بشید لأول و تا آخر شب که تا آخر شماره 1000 جامعه عوض کن یا 1000 جسم عوض کن خب حالا دو مظهر به 100 سال اندر شمار هر کس گذر می کند روزگار یعنی سال چه لدو مظهره 100 سال توانی چه بچوتن هر کس پاک بودن سالکه 50,000 هر کس پاک بود چپ کتن اندر گذار برو بگذار سال 50,000 پس یه لیره نوعی که اشتباه تایپی یا اشتباه برداشت نور علیه
لێرە ناخونجی وە ئێرە 100 ساڵ ئەندەرش دوو مەسەر 100 ساڵ لێرەوەتە 50,000 لەو دەستنووسیچە هەم چەبی 50 ساڵ کە هەزار دوونەکە بووتە 50,000 ساڵ دەنەچێ دوو مەسەر بە 100 ساڵ کەمێ وەگەردەیە ناخونجیایەک من شاید درست حالی نەوم کە منزورەکەی چەست لێرە دوو بزانین کە مەوزوع مەزەر و جەمە دەردون در حاشیه حەقەڵهاغایە خۆتێتن هاتە چاپسۆم لێرە شتێک لە مۆردەوە نەوەتت پس لە ئاخرین هەساوە لە دوون ئاخرە چە بود و حەق ملحق بوتن و چە بوتن لە حەق بەقای حەق کامیاب بوتن یعنی ڕەسیتە ئەو هینەواسرا ئەو مقاومة وقال حق يقرن وبقاي بوتا بقاي حق منظور النظر ذاتا وقال ذات حق الشريك وبوتا نقدر دیگر داخل گوشت و خون شود عفو آزاد از دون بدون دیره چطور این واسه نوعی که باور این بودایەکان کە لێرە لە دوون و دوون لە دوارە بازایی یا تەوەلود تازە چەکێتن خەڵاسیان کێتن و وەگەرد حەقە شەریک وەبوون لە زاتەقە زاتیان وەگەر زاتەقە یەک گرتووە پس این ناو زاتیان لە خوێن و گوشت ظاهر ناو تەجەسم پێیان ناکێتن و عفو آزاد بن لا دون و دون یه چکت لێرە باوەڕ بودایەکان تری داخل کردن بدون مقدمه بدون ئەوەی کە ئی هەستا و ڕەسی 1000 دون چوتن 50,000 ساڵ بعد لەشون 50,000 ساڵ چەکێتن وەگەر حەقە یەکگرن و بەقا ڕەسیتن و نامیرایی ڕەسیتن خۆ لێرە هیچ پاک ئەندەرگوزەر خو پاکەکە لێرە تەنیا و یەک هەلە و یە سفەت هینی کردێسن کار تەمام کردێسن لێرە نە گونای کاوردێسن نە ڕەفتارگەرێک گونا ئامیزێک ذکر کرێنە بەسرا سوا و ئامیز ڕەفتار لە سوا و ئامیز هین کردێسن ذکر کرێ وەسرا قەید و بەندەکان ذکر نەکردێسن ئەوە تێچە پاک بوتن چە پاک بوتن و ئی پاکیە مطمئنن لە ذهن ئەوە چەست هەر ئەوەی کە واجبات اسلامیه که پاک بود فرایض واجبات اسلامی و پاک دانستن که آنها تکیف کردن چون گاودوی که شریعت این پوست و یا حقیقت هست تا شریعت تینکی و قد نارس ولكن بعد هاورده که این چه بود هر آن کس ولكن هر آن کس بدون حتی شود داخل معصیت زان شمار نویسند دون اضافه به کاش کشد رنج بر جای جرم و گناش پس هر کس گناه کرد و پاک نیود چکتن دون اضافه رای نیستن یعنی دیل هزار دون تیکرود 1001 دی ملحق و حق ناوتن بلکه دنیا لیکتر و پای نیستن که باید تکنه جرم بکشتن جرم گناهکانه بکشتن بعد و به 7 یوم در 40 زان طفلگی شوند فوت آن آسیان جملگی پس لهفته لچله لأیام منالیه چکتن گناهکاریه مرن لدنیا لیکتر و پای نیستیاسن هین نیرتن فانتن ده 7 روزه بمرن ده 40 بمرن یا ده زمان منالیه بمرن و هین بون یا واسه وکو جرمی را کسیلی که ل 1000 دونه که فایتی تین نکن و دون اضافه را نیسیاسن جرم بعد هر آن وقت شد هر که پاک از گناه پس می شود داخل دون راه هر کس گناه و اصلا پاک و بی چه بودن دواره کفت و سر دون و دونی او 1000 دونه بعد از آن از آسیز دون شمر
شود دور از حق بسی درگذر. پس کسی که مثلا گناهکاره، کسی که هین بودن لحق دور و کسی کسی ده. بعد خوا خوی یا دادگر ای جوره مقتهین کردیسن سنوشت ها وردیسو مقتضی در بشر را بشر چاره نیست کردیست نیسا است که لیدون انسان چه 1000 سال هین بکیتن 1000 سال پی بچوتن یه دونه که 1000 سال طول داشتوتن و چه بکیتن زندگی در جهان فایده و لده دونه ممکنه 2 ماه یا 3 ماه بودن و اینجوره این منظم نیه. یه دون ممکنه 1000 سال بود، یه دون ممکنه چه بودن 2 ماه یا 3 ماه بودن. او دونیه دیگه که جرمن البته او واقع خوجه که هرکانه 1000 که 50 سال و 50,000 واسه چوب کشتن او تیب کشتن او 1000 دون. بعد که زندگی باز گردد فنا یا 1000 سال فنا بود و دوار زندگی یا ممکنه 10 دون یا 10 دون تر هر کم 2 ماه و 3 ماه بودن زندگی دواره طرف بمید. بعد دواره وقت گناه رد یا پاکوبی چه کردن موزون و بودن بعد این و بودن جیز و بودن که دونکه بوده 50 سال دی و 2 ماه یا 1000 سال نامید. بعد شاه دواره لیروت بیاران همین گفت شه داستان شوید حب در بحر دون از جهان به هر مظهری 100,000 جفا ببینید صابر شوید زان بلا. پس لیره چه هر اوهین که دنیا آزمایشگاه آخرته هر او دیدگاه اسلامیه لیره چه کتن حوادث ایره که هر مظهری لهر دونی 1000 جفا زجر کشین واصلا یه لکودیکانش هاورده سوی که هر که واصلا الحق بود باید کنه تانه بیگانه و نازنم این بکشت فلان بیمان یا ترجمه لکتره لکودیکان کردنسن ولی او هینه ده چپتیتن جلا پیاکین لو بلا لو واصلا و پارچی وچین و یا هینتر و بین ورخوا و نزدیکتر و بین. نباشید غافل دمی از خدا که تا حق ببینید اندر بقا که لخوا غافل مون سر رنج جودین لخوا غافل مون که بتوانین با بقا برسین که دواره او دنیا این عادی نورمال او 50 ساله هی بکن و گرد حق ملحق بین حق. بعد یسه کنون اندر این احد روز ازل پذیرید این پند از لم یزل دهم مر شما را بدونان خبر ز اول زمان تا که آخر بشر. پس یسه عهد ای روز ازلا یسه که ای اموجیاری لعو هینی بکن لأو ور بیرن لا یزال لی قدرت لا یزال که چکه دهم مر شما را من خوردم جدون کام دون راتان بودن هل اول زمان تا آخر بشه که هل اول و تا آخر چست من ویشم من تصمیم گرم که کام دون در نتیجه یه لیرت ماشا کیتن لیره خوردیتن ای خوره لورا هنا لورا یه پروسه گوستلا خطی تی بود 50 سال تا 1000 دون بود 50,000 چود طرف چودن بعد ایره کنه ملحق بود حق ایره کنه هینیش کرود اگر واسرا گناه کردوتن لو 1000 دونه که دون زفره میوسن تا وقت پاکو بودن در نتیجه لیره چکتن لیره وشی من خوردم اکتن لیره و نوعی گناه سواو درکتن لمعاملکه و خوی و پیان وشتن که کام دونا بیان بود. در آن روزگار گردی داخل بدون مجسم شوید با تن و گوشت و خون به هر دور باشید اندر گذر به هر جای هر راه در هر بشر
روید و برایی در زیر و بر به 50,000 آمده در شام در آن دور آخر به روز حساب هر کس بود پاک هم با ثواب زحق می شود آن زمان کامیاب شود فارغ از رنج دون و عذاب. یه هم دواره هر جا ارزان کردم دواره هم هین هاورد بودایکان هاورد رو که کاستکان هین هندیکان واسرا که یک تلاش بکیتن یوگا بکیتن واسرا یه مراحل تی بکیتن مراحل عرفانی بودایکان که بتوانیتن دی تولد پیانکی دواره دالت نویتن که او داستانی لمورد بودایش هاورد مثل که وقتی هین بودن وقتی دالک خود وقتی واسرا هین بودن چاپیوشن جنینی بسیتن دالک خو هفت فیل کرمو و دونیتن که وقتی هینیش بودن لدالک بودن بودا که سی مهارتان و یه نوع بوجدی که بودا یعنی واسرا حلگریا و روشن و بی لو معنی که خوی هر ستن داهین لناو وقت پیابود هر ست پا هفت گام پشتر پشت بکن واسه درست یادم بود پشتر پشت شدن میشد یه من آخرین هین ما آخرین تولا ما واسه آخرین باره که لدالت پیابود و یه روایتی لیسر را او بستانه در نتیجه یه دیره چکتن او دیدگاه بودایی است که حوادث دیره هینی کرده و یه ای شخص ای جور نشان دی ای واسرا پانایی دانایی که هم لبوار شانامه و هم لبوار واسرا باورگلیکتر خیر از اسلام رسه ای شخص واسرا طبق یه برنامه چسن و این زانایل و پی ویشیا هستن و یه تنیا زانایی خوی نیه که کسی که وانوان مرشد ریاضت خانه فرید تعلیم مرتاز و تربیت دوریش بود این زانیاده مثلا دینیه لواسلا خطابخانه یا مدرسه اسلامی درس بودایی نه مطمئنا ولی لئی زمانه ارو دیگه که دی سردموله که گوبینوش دست سلاسی شرافه کتن سرچوه واسرا رمالگلو ای مرشدله مرتازگل هندیه حالا نناوی مرتازگل هندیه کسکری پیش واسرا بودایی کیش بودایی چهاتود واسرا ای زانیاریه لی منطقه پاش بود سیکتره متا یک و ایشی و بارتن ای باورگل و لاریه بودن باورگل واسرا جایی دیدگاهی جهان دیست که فلسفی بورانه و ایجوره لقالب ای باورگل مذهبی بگنجنته ای قالب واسرا شیر بیتپی و زوان شیر بیانی که یا ناتوانید بدون برنامه بدون پلان بدون طرحی که لپیش آماده وی اجرا پی باید پس لیر چپ کتن و تسن هم داره تکرار او بانه ای تکراری لفرهان ناوی و یه رسمت که یا لترتیب و تنظیمکانی هندیز که نورالله الهی لترتیب و تنظیم ابر چاپ پاک و پیش خصیصن و کنترل نیاشتیسن چند بخشلی تکرار ها این کردیسن گوینجان گسن در نو واسرا تایپ کردیسن ابر چاپ یا یک خوی ای اثر اول و ترتیبی کرداشتی و چون در برنامه یک ارز کردم بیشتر اثرگل نسلی و اثر نوشتی غیر شعری لآخر عمری نوشتیاست و یهش دونیتن که آخر عمری تاریخ رای دانا مثلا ساله که مرده و در نتیجه
انسان توانێتن ئی جوود ئی پەشیویە ئی بێنەزمیە یە بڕەسنتن کە ئی ئەو شتێکە ڕاخۆی سەرهەم کردێسن مەسەڵەن هەر ئەو زانیاری خۆیە لە تاریخ سامی مردمان سامی و دینیە لە ئیبراهیمی هاوردوو مثلا قالب شێر وەزوان شێر لە قالب وەسڵایە لە نەزمێک یە قالب مشخصی بیانی کرد و بعدن که و پیوشیات ای هینیچه ای دیدگاه فکری فلسفی لقالب و اصلا باورت مسئلی لفی بگنجلی احتمال ای جور هست که ای پشیویه لأثر ای هینه گنجانن او باوری لناو یا اثر لپیش نویسیاغه باعث بود که ای پک پیشی و وردیایی و تکرار مکررات و اصلا وجود هاتو پس وقت هین بودن هزار دونکه و پاکی 50,000 ساله که و پاکی رد کتن چه بود و حق ملحق بودن و دی لرنج دونو این فارق بودن پس آن وقت یک جامه در جوزان بپوشید بینید حق در جنان پس 1001مین هر او هین واسرا دونی کسی که وگرد حق ملحق بود 1000 که زمینیه و 1001 که واسرا باطنیه یا آسمانیه یا آخرتی حالا نمیگرد آن جامعه دیگر فنا شب و روز باشید در نزد شاه او دونا او جامعه 1001 دی فناپذیر نیه نامیراست نام بردن و همیشه هاین لیچه شب چو پروانه برگرد شمع وحید بباشید سرمست آن نورشید آن نورشید پس همیشه دی هاین دور یه شم و پروانه تقه دیره و انحراف شم و پروانه یه باصرا بیان فلسفی را باصرا مناسبات بین انسانی یعنی دیدگاه مذهبی و اصلا جیان انسان زنیانی انسان لرابطه وگرد خالق معناتیات یعنی خالق انسان این کردن را جیان خلق کرد و ای جیانی چه ای زنیانی چه ای دنیای چه بود آزمایشگاه و اصلا آخرت بودن که یک معنی دیت زندگی او دیدگاه و اصلا مذهبی و ولی خودی چکتن شمو جانبینی فکر فلسفی اصلا گوران انسان کان معنا دن زندگی یکان و حالتی که و اصلا بیانی که شمو پروانی لخویان گرنگه هینا لمرموكان فيلسوف الجورة الشيخ أمير فرح حافظ إن شامو فرعونة لبرنامج حتما أو مرمول الجمع من أو تعريف الدقيق شامو فرعونة شو تعريف كنا سن معنى بخشي والزندگي معنى بخشي ومناسبات فرد وقد جمعه یا تاک وگل جمع هینه که مثلا شکاری لسری کی بعد هر کس طالب حق بودن بعد لهر سرا رستگاره یه دواره شرایط و اصلا کسیری که خوا پرسی بکن و مینه حق جوی بکن این دیره او تاکید کردی سبانی هر آن کس با طالب کرد که همه گردش دور 50,000 یه دواره تکرار وقت ماشه که علی چند صفحه چندین جار ای 50,000 تکرار وقت که طالب حق بودن فقط ای 50,000 سال دون و دون شده که جنت دو تا سازم اندر جهان دوگل جنت
سازتن یکی فانیه و یکی چیز جاودانه بهشت بقا ما این مردانه کان مردا که نیکوان پاکن بهشت فنا هین دونادون واسرا آن ناکسان خصم یزدان بود که دشمنی یزدان وانه که دشمنی ولی یزدان کن یا نافرمانی ولی یزدان کن چکتن دونادون و دنه که دو بهشت دونادون خوی نوع ایک چیز نوع ایک بهشت فناز که در واقع لعمل که دبانه هینه کتن که عذاب باید چیز جهنمه بهشت نیتی و بهشت بقایا هرو جنت هینه که فنا ناوتن او ملحق و حق بینه که هرو جنت که حق خوی هاتی وصلا و چنه لای آنه که نیکو کارن وصلا سوا و کرنسی هر کس فنا خواست در دنیوی نبیند بقای حق از اخروی پس کسی که مینه هین که تن فنا بکتن لئی دنیا این حق بقای حق لآخر رای ناوتن فنا می شود با همان جامودون به قعر جهنم شود سندون هر جای که خدمت عرض کن پس این دونادون جهنم نه بهشت یعنی یه دیش برکل نو هینکانی هست نو بیان و اسرا او نظام باوری که توایتن ارزی بکتن لقالب ایشیره کنون ای غلامان درگاه من قبول کنید از دل و جان من شنیدید پچیز یزدان سخن به جا آوری جمله از سر و بن که تا خویشتن آشکارا کنم نشین بر سر عرش اعلا کنم خویسته که ای رکانی یعنی قبول بکن ای شرط شروط ای 50,000 و هر که ناپاک بودن دون زیاد بیتفی و پاک بودن چوتا بهشت و اصلا بقا هر کهش ناپاک بودن چوتا جهنم یعنی قبول کن من خوم آشکار کم هر آنچه بود میل و دستورتان کنم آنچنان خلق در دو جهان وقتی من خوم آشکار کم و هرچی که میل و دستور ایوه بود من اوجوره کم در نتیجه خالق بود تابع مخلوق هر آنچه بود میل و دستورتان کنم آنچنان خلق در دو جهان بنای که چکم اوجوره که وطوین دو جهان بنا کم لیره دونیتن بهشت و دوزخ و گشت جزا و سوا و گشت این کرده ترتیب دا اصلا وی واسطه شلختگی و شلشویه ایسا تازه قرار دو جهان بنا و خواست و میل بندگان خود خلق بکن بنای دو عالم نمایم بداد به وجود آورم آنچه دارید مراد و داد و عدل بنای دنیا بنیتن و هر چی یعنی بتوان شب کتن وجه بارتن مرایان حاصل کردن پس هفتنان عرض کردی به شاه ابا پادشاه بلند جایگاه هر آنچه شده جاری از امر تو قبول است هم مهر هم قهر تو مهر و قهر تو رامان قبول هر چی تو بیشیتن رامان چاس امر تو را ایما جی باید جیوجی ایمن که امر تو باید جاری بکریتن اجرا بکریتن همه بندگانیم یزدان پرست هر آنچه بخواهی به ما کن چه درست که هرچی خود توی در رامان درست که ایمه یزدان پرستیم مثل چماشه دی ادبیاتی که یزدان دادار لم یزل نازنم خدا انواع و اقسام و اسرار نوع را خالق بیت کار که حکم در لشونيلي كو هاودس لمن دا نظام ولي كل معني درست پیاکتن متا یه چند شونیک نوتن نه چی الان نو دستکار که در صورتی که منظور ای هم که اجتناع لواقع علاز چون یه بستری که اسلامی دیریتن ای روایت بیان کرد
که ما طالب آن بقای توییم، دیگر طالب فیض دنیا نیم. کلمه دنیاداری رمانیه که فقط من لبقای تو این تیم خوازیار بقای توی من را بقای تو کوشی من. چو بشنید یزدان زیاران جواب، که هستن طالب حق از ثواب. دیگر شاه فرمود که ای بندگان، بخواهید هر مطلبی این زمان، برآورده سازم ز لطف و کرم، بیاران خود فیض و رحمت دهم. چو یاران شنیدند فرمان شاه، همه شاد گشتند ز آن بارگاه. پس این کردن قبول کردن شاوت منی چه سدی هر مطلبی گشتن هر مرای گشتن دستر که لطف و کرم لیره خوی دی فرخ روشانش این که دو بجنو بالا خوی ویشت تو شان هسته یعنی خوی اشکر نکرده دستر که لطف و کرم و این خریک خو این رنگ گرفتن خوی نشانی اندیتن گوری خوی رنگ فخر پیان فروشد. بعد لیره تماشا که یاران خود فیض لیره لبندگان دریان تریتن هی جوره بدون چه هر مخوی که آشکار نکنه باید تصفیان هیچ نقومیا چه کردن یاران یکی یاران یکی تل او مفهومل جمع یارا لأو مفهومل او جهان بینی فکر فلسفی جانایان بورانسه یا بورانسه که دیریتن گلو و گله چه کردن و لیاره بیتن و بستری کرد نظامی کرد و کاری بیتن که اصلا خوشاوندی یا قومی نیره و گرد او جهان پیونی نیره ولی معنی و مفهوم اصلی خود دریان کرد و هدفیش هر ایسته ای کارو باده. لوره چه فرمود ای بندگان لیره چه برآورده سازم ز لطف و کرم بیاران خود فیض و رحمت دارن ولی خود او ادبیات شاه یاری یارانه دی و اصلا مناسبات و اصلا خالق مخلوقی خدا بندگی نیه لیکاره یه مرموی ده فیلسوف کوره من شکاری کرد مثلا که خدا و بندگی لفاظی زنه دمدمیه چو یاران شنید فرمانشه همه شاد گشتن. خب یه چست لوره و یاران ولی لیره چه فرمان شاه خب یه هر مهلوش نویه و تقنینیشه یه چه انوانه کن کشته او مفهوم ولی لوره چه سکر لیره و لاره بیته و ناجور بیته کرد و هدفی هریسته. به حمد و سپاس به وجد و امید بگفتن ای خالق ما هوشید، اگر میل داری به این بندگان بنا کن ز سر چتر هفت آسمان. مثل چطور پایچه خلقت هفت آسمان و هفت طبق آسمان و هفت طبق زوی که یه دیر دواره یاران دخال چی هم دیر و هین بردکار بندگان دواره بین و بنده برافراز بر روی ارزتراب بزن با دهی به عرش حجاب نشینید بر کرسی زرنما شود روشن از نور حق بارگاه. قلم بر سر لوح قدرت بدار بنا کن زمانی ز لیل و نهار. یسه چود که ای کواکب و اصلاف فلکات ای که مظاهری که این روش کائنات نویه دوال لیکن که درست یعنی بکیده تا یک به پاسخ بفرمود از دادگر ایا بندگان از خدا با خبر دهید گوش بر من در این لامکان کنم به هر دان کشف سر نهان که تا پند گیرید کامل شوید به هر جای سر را به حق بسپرید. لیره چکر سرسپارین و تهداد و اصلا بیا بس یاری هاور چکر که سرسپاری بنده و حق لیره چه چدینید او مفهومه و لاره برد 700 800 و 796 که دو جنت این کردیم من بعد اگر میل دارید تا ایره حکایت چنین کیسن که بتوانیم در این ویدیو که فرد طولانی نو 1 ساعت و 20 دقیقه تقریبا 10 دقیقه تیش داریم قسمت توانیم برسیم من ارستانی کنم که چواتیسن
بعد حکایت حق را به گردش مذهب بده آگاه ساخت و اتمام حجت به آنها فرمود. و یه دوباره تقریبا تکرار واسه که یه هین اسلامی که ارجاک استان کردم زمین اسلامی که لیره هینه که باید قسمت کنیم. در این را باشد شما را رهی رموزی است لیکن دهم آگهی که سابق از این باز دادم خبر که وجه و پیتن وقتی که خوردم به گردنده دوران در هر بشر که خوردم پیتن که لکام دونه کام دون بشری را تنم بباید که نوشید زهر زمان به جولان بتازید در هر مکان. بعد گهی با گدایید و گه با شهان که یه هم دوباره تکراریه، گهی در زمینید گه آسمان، گهی با نکویید گه با بدان به هر جا کنم مرا شما امتحان. هر یه سر بجای ارستان کنم که دو روانگاه یا دیگه ادیان ابراهیمه که این دنیا آزمایشگاه یا جی آزمایش امتحان کردن حقا که گناه کن یا سواو کن رینا سورن مطابق او آیات و احادیثی که زنا و کتاول مقدسان و لرفتار پیغمبرکیان واصله که تا آیه رو سنجان ولی لیره چکتن حق بدون هیچ نشان نیاد چه رفتاری بوت گناه انسان مرتکب گناه که و چه رفتاری سواو دیریتن باید لیره چکتن که دون و دونه که امتحان نه. این دنیا امتحان هر و دیدگاه چه اسلامیه ز جن و ز انس دد و مور و مار ز وحش و ز طیر و ز حیوان کار ز آنچه خدا خلق کرده بدون لیر خدا چه سویمین شخص سکردن خلق کرده بدون درایید در حالت گوشت و خون به جسم و به جان همه جا کنید به هر خانه یک دور معوا کنید نه بس بر شماها بگویم کلام به کل خلائق کنم این تمامی ذرات از هر گذار زیار و زعفار مسلم کفار به هر شیعی هر جنس در هر شمار بپوشند هر یک قبایی هزار ولیکن از آن گردش روزگار که هم شهد میر است و هم تلخ قار بود نور و ظلمت مقابل به هم دمی شادی است و دو صد رنج و غم. خب الا ای بخش چکر هاورد لورا پایان زجر و اصلات تولان نوتن هر و دیدگاه بودایه لیره چکر هاورد دیدگاه تناسخ دینگل هندوی برهمانی هاورد لیره گنجان لیره. خب لیره چکر هینەکانت امتحانتان کەم کە لە جن و لە ئەنس و دەڕەندە و مور و مار و وەش و ئەسرا پەرەندە و حەیوان و کار و باروەر مەسەڵەن ئی دونیا لە چەکەین ئەوەز کەین و یە بدونەوەی کە تەرتیبەکە ذکرکە هەر ئەو کاسکە لە هەندووی ئێستا کە ئێرەکانی یەک کاس گونا بکەیتن یەک کاسکەی تو خوارد و هینێ بکەیتن سواوش داشتویتن اعمال کارماکت خاص بودن یا این چی تبان یا پله چی تبان واصلا یه که او کاستیل یک کاست چی تبان او کاستیل هاورد او دیدگاه هندویه یا برهمانی چی وقتیوشن هاورده چه که لقالب ایشتریه ده هاورده دیره بیانی کتن و یه دیره چه که ارو دیگه تناسخه که يسويشن واصلا الحق الباوتن والتناسخ دون ودون وتناسخ ومزر ومسر وحلول الروح يعني قشت مفهوم لك معني الجور وجور لنظام الباورية جور وجور معناه تياتا ولي الشكل ليرة يعني قشت قرقاتي وهاي يشي بيسا باعث مثلا شو يمرجع بيسن راجشت پژوهشگری در نتیجه یعنی در هاورد ای اشتری کن حاج نعمت مکرمی ساسه و فرافکنی کنه یعنی حال دانستوچا با بیانی کردن و
و نو مذهب باورگل مذهب عد کسی باورن و دوناتون است، باورن و روح است، باورن و دورانیت ذات است، باورن و دورانیت روح است و یه تماشا که یه خوی لورا باس ل ذات که لیره تری توی راز زفه بعد لورا ل پایان زجر و نوین واسرا خاتمه زایشون مرقصه که لیره ل کاست خواربان کنین کاست واسرا دیرتون قصه کردن و یه سکه ای شلشویا هنگله شتری که او هاول بیسته و نیستان چون هر جا ارز کردم مرجبیست در نتیجه و فارسیش بیستن و یا لناو پژوهشگر فارس در کیشیا این باور غلطی یه هاول بیسته و فرد پژوهشگری یا مینوانیت یا محققت کرد چکر مثلا لآثار فارسی هین کرنسن کلکوار کرنسن پس لیری چه چکر نور و ظلمت گناه و هین لور هاوردی ده دواره یه مفهوم تر یه تحقیقی که لنظام باوری نور و ظلمت چدینی که نمقابل یک هاول لور گناه و سواو یعنی هینیه دیکن این مفاهیم ده هاورده گشت قرقاتی که دیتن را بیان منظور و که بتوانیتن او مفهوم جهان بینی فکی فلسفی بورانه چه که دنو یعنی نقم کتن و جوری ولی ریبویتی که هاور شناسایی نون یا قابل فهم نون یا او جهان بینی و تورکلی غیر قابل واصلات تصور لپرده ذهن بودن و نتوانید قابل فهم که یه پارچه قابل فهم بود. بعد بجز حق نداند کس اسرارشان ولیکن همیشه به دور زمان شود رنجیاران ز دست کفار بگردد بر ایشان بسی روزگار. پس لیره چه کرد هم دواره حوضه را رنجیاران تیاران پنج کیشن روزگار الفرک خصوصا ز مردان هفتن چهار ابا چلتنان نو غلامان کار. پس خصوصا لناومینن هفتن چواریان رو چوار ملکسته شکن که این کن زج فرکیشه ز دنیا بسی رنج و زحمت کشن ز نیش بدان زهرها میچشن که جهر فرک لدست بدیل یا قاریل وقتی کار که یه رایان پیا بودن زجر کشن ظلم پیان کریه سیستم پیان کریه ولی چکن ورو هین وچن ورو تکامل وچن چو پرگار گردش کننده جان بگرند دام این و آن ولیکن به هر عصر و عهد و زمان کنم همراهی با همه نیکوان. من همول نیکله من همیشه ده هر عصر و عهد و زمانی چکم همول نیکله همول انسانی نیک پاک خصوصا به هر جامعه با هفتنان به ذات و صفت میشو مهمان. لیره چکل لیره خریکه به نوای هفتن و هفتوانه دابلتن که هفتوانه و اصلا معرف یا تجسم صفت بن و هفتن تجسم و تجلیگاه ذات. هر آن کس که میل بود سوی او هویدا شود ذاتم از روی او ز معنا شود همدم راز من به گوشش رسد دایم آواز من. لباطن بوده او دم هر و کسی که بودن یه میلی بودن حق کته او دم خوی مخصوصا چه له هفتنان که و تایوه چه چواریان که چواره چه یریتن و مصطفاز بنیامین و داوود موسی و مصطفی و اصلا و چوارتن که چوار فصلی که ناویان کنه و جالیت فرق ران درست کنه که بکنتن سیل بارنمیدان و بونه و اصلا سرجمشین بونه نقشی که و اصلا مقام روحانی لدینی ابراهیمی ران
بتاش هرم کس بود خلق از نیکوان چکم کنم رستگارش به خانه جنان که خیلی این جنان فرشته بود مثلا صف فرشته هر کس نیکو بود هرم کس بود از گروه رجیم کنم سنگونش به نار جهیم که هینکانش که تا نار جهنم که یه هر دیگه استانی بعد همه بنده تو ایمه بنده اینو توی یاری و ما یارجویم و یه سه یارو که توی یاری که دینیتن یاریش داره مفهومه که هورده دواره و گنجی شاسن که ایمه بنده من تو خوایتن توی یاری و ایمه یارجوی من یار داره هلی رسکم یار یعنی خواه سان یعنی پیروان ده ایرو سرچو گریتن یار جو ایمیج یار جوی من تو حقی تو ایمیج حق جوی من یا حق طلبی من یا حق پرستی من و یه ای مفاهیمه چکردیتن تمام ولی جنکی شاد ولی ریب بیست هر آنچه شنیدیم از کردگار نمودیم اطاعت به شرط و اقرار دیره چکرد دواره مفهومه کن یه جنمال که هر چی کلیم است اطاعت کنیم با شرط و اقرار شرط و اقرار کم مثلا چه شرط و اقرار غیر دیگه که او هین بود بیشتر 50,000 سال 50,000 سال یو چین و زجه کشن فرانه او که شرط و اقرار مفهوم شرط و اقرار ده جان بینی سکی فلسفی بورن از نیش خارز گفتار یاران چو یار جدید پسندید بشن سر و سبیل بنابر دعای وزیران کار برون آمد از بدن در کردگار پس یه بیا واصلا ای روایت بی سروته مزخرفه چکر تاورد و عنوان عهد و پیمان یا شرط و اقرار و زوان شعر بیانی کرده خوراک زین آیمویل خام آیمویل خام نبیل راسیه دکتر پژوهشگر فرق ای آثار ورق دانستن و این مزخرفات دیدی نکفته شدن پس و لیره تماشای چکر وزیران کار مفهوم اکتر هاورد لیری چه ولیاره بر وزیر یه مقام سیاسی نه یه مقام باطنی یا مذهبی بنابر دعای وزیران کار برون آمد از بطن در کردگار حالا لورا سرکیشن او دروینه که را خلقت لیر لناوی درد ماشا ای دش برکه یا ای تناقض گلیت بیان ده ای روایت سازی ده هست چو شد ذات حق در جهان آشکار بیامد ابردون خاوندکار یا خاوندگار حالا خو چه ذات حق جهان آشکاری کام جهانی هر من خلقت نهاد دیاتر و خلقت جهانی وجود نیست هر جهان هر من هذا ازل یا و او تعبیر کنه الست تلفظ بگه نادم که مثلا الست تلفظ بود او طبقه الوصلاهینه آسمانی او بانتی طبقه یا روش ازل یه همه روش ازل ولی لیره چه در جهان آشکار بیو بیا ابردون خاوندگار که هر خاوندکار است که مقام پادشاهی لیره چه کرد اسلام هاورد و میدان علی بود آن صاحب عدل و داد که خود کرد ظاهر به پیران را لیره چه پیران هم دواره دور وزیران لیره پیران لیره علی بی که خوی آشکار کرد چه کرد کردگار لبتن در لیره چه بی کردگار علی بی
اگر بود خدایی دیگر در نهان، کسی جز علی نیست مخبر از آن. پس لیر علی بی لیر وشه ارکان خواهی که در نهان بودن لقیه بودن کسی جز علی دیده خور نیره. به پیغمبران از کهان و مهان، ز کل خلایق به هر دو جهان. علی گفت باشد خدایی دیگر کس نبودی از آن با خبر. هر دو جهان تمام خلایق لپیغمبری و وصایم خاصی و نیکول و امامت ایرکانی هین بودن لنو اوانه گشته فقط علی خور لخواه دیده. اگر خواهی که بود غیر از خواهی منظور اوست. اگر خالقی از در لامکان، شناست علی مروه را در نهان. به کل خلایق به زیر و زبر، علی خالق است نیست جز او دیگر. در نتیجه این لفافه داری هاود روشن و واضح علی خواست، علی خالق است نیست جز او دیگر. یه سه که علی اللهی که کسری که علی عدقل که اون ناوید تقریبا علی اللهی که ای وستش بودی که علی و خوازان و یه میراسی که قدیمتر هست. اگر هست دیگر خدایی بکن، خدای علی باشد اندر نهان. پس ای خدای کیش دیر هم دارد که تجبرکی خواهی که بود فقط خواهی علی هست. خداوند ما حیدر از در بسر، حیدر هم ناویتره چه را علی هست. تواتیه درباره مظهر علی هست که حال توضیحاته که حالا حاشیه حق الحقایی. حیدر در بجزون نخوانون کس دادگر، کسی که دادگر نیه خواهی که نیه غیر سیده. چگونه به آن ذات یار کنم سجده، او نیست جایز بکار. خب به ذات محقق علی کبار کنم طاعت و هست او کردگار. کنم طاعت هست او کردگار او کردگار او خواستن و فقط چکن سجده ذات او جایزه رامن. یه لیره چکه تقلید فردوسی که روان باز گویم از آن داستان، که بشنیده از گفته باستان. لیره چکه دی باطن ولکیتن که بان جامعه هین بنفه جامعه بنفه و مست بکیت و ورچه روشن و بوتو لعوی که حق رای وطیه بیوشتن. یعنی یه جوره بیانی که قصه که بودن که حق رای لقی بوتوده. خب ایسته چکه لیره کرده داستانی که لباستان و رای بیشتن. در نتیجه روان باز گویمان داستان، که بشنیده از گفته باستان. چه شد شاه ظاهر به روشن زمان، نشستی به تخت مهی در جهان. ز پس سجده کردن هر هفتی، به آن فر دادار ذات کبیر. چون نشست بر تخت در پادشاه، وزیران به خدمت در آن بارگاه. تدونیت لیره چکر برای وزیران آورد و دور هفتی لیره وزیر مفاهیمه که گشت ولدین و ناجور و ناری و حجو برده سکار چکده و هدفی چهریه بیست دور لباسن و رایوشن لیره سیری جنفت لباسان دیرتون بریانه که به شکرانه گفتن پیران راد، شب و روز از همت آن استاد. پس چه کردن؟ دی حمدی کردن، ستایش کردن. هر چه هیچیش طبعا نکردن، فقط خالقان کردن و او خالقیه و تای درسکی بیسته او که 1000 دونهیم کنو هر دونی که 50 سال بسه 5000 و ایره کنه گناه کردن. براسه اون مجموعه که تایره لخدمت هستم تایره بیانی روایت
پرتناقض پردجبرکیه نپخته خامه چکره مفهوم جهان بینی که فلسفی گوران چکره و تورکلی لمعنى خارج كرديتن حذف كرديتن او قرج جوجي برديتن نكار وناجو برديتن نكار ويما عمودية يا انساني كتو خور داشتوتن كان بودایی باوری کس یا هندویسم باوری کس حداقل یه ذره شعور دیدید یه نظمک دقسکانی بودن ولی لیره چه یه عالی جنابه هیچ نظمک دفکاری نیه هر اصلا احتمال فرد دیدتن که ای اثر راخوی خلقی کدود لروی آثار بسرا اثر یل اسلامی مخصوصا تاریخ تبری تاریخ سیستم مینگه هاوی دیسو نو پادشاه یهودا و پیامبر الواسرا ادیان ابراهیمیه و دیاغر معمولیت دریاسته که ای جهان بینی لقالب باوری المسیحیتی بکنید و وسیله ای دون مظهر و مظهر و نازنم هنا که جور تف بالكنتي يقضي نوع تفلقان نجم هيش معنى كرا مظهر و مظهر یا دون و دون نیاغسن که ایانا چو قوز کن چه رفتاری باعث بود که بشوته مثلا طرف یه دون باید تقار یا یواش و دون خزنده و دیاوشته و چه رفتاری چوتن تا دواره پاکه وکی و یعنی هنا تنیا مفهوم کان برده سکار دور حول داسته حال ای روایتی له ادیان ابراهیمی خو ایما بیا تقریبا یه این کردیم که هی تا کور حوالین تا ایره بشکرانه گفتن خب لایره بهینی که من بتوانی من بیریم روی دوست که فرستیبانی و نوتن لایره شروع که من برنامه ویدیوسته که تا ایره هاتی تقریبا بیا حدود 1 ساعت و 45 دقیقه خب لطه دو برنامه که نزدیک 4 ساعت که 4 ساعت ایمه چی نسه ناوروک او تشتري که او روایتی الحاجن النت مكية كديني من اسلام او باور الاسلامي او روايتي الاسلامي شكل يسن وقالب شيء وزوان شيء بياني كذا واي مفاهيم التي جنجانية سن كتواني سن بكتب بشيك لأو جهان يعني هيك شرف جيك خوي هاودسي هیچ دنیای که خارج له دنیای اسلام را او قابل فهمیه قابل واصله شناخت نیه قابل حتی تصوری چه بینام کنه در مخیله بینام کنه چون او کس لازل اسلام بیا و تا ابدی که اسلام بیا و احکام اسلامی همیشه حاکم لگشت دوری حاکم بیا و لگشت دوری کش تا آخر تا روش قیامت تا روش حساب کتاب چست حکم کرد احکام اسلام که حکم کرد را بشه و ذات علیه که تجلی کرد لانسان کن لخاصه کن بیسه که تماشا که ای انسانه یه انسانی که خوی
وتمام وجود مسلمانة وهي أثر وهدفه تايري كرامان دكتب وهدفه فوقان سه چون مفهوم كان و او جوره که ماناد او شغل کلیدی واصله که لجانبینی فکری و فلسفی گوران معنی تایید دیدن و منظم چه کار و همیشه و یه معنی تایید چه سکار لیره چکتن تمام شویا و به زمینه و به پیش واسا به مقدمه بیتی کار و هدف یسک شوانینه ولا ریبردنه او مفهومه لسریه معنا در کردن یعنی و حجو کردن یعنی کاولکاریه چپلکاریه و یسک چپلکاری او دیدگاه فکری فلسفی او مفاهیم فکری فلسفی و یه هری بلا وستر هدف هینی بیسن که ای بلا وستر او جهان بینی باره معمولیت یه بیسن ای بلا وستر باره و جوره ولی عریه بوده کاول کاری و به هینی که من ادامه ای بحث خیمه ویدو سی همه وارم که زنیانی خوشک داشتیم لای ایوه خوش